بله بله حاج آقا، اون باری که من از شما خریدم من فردا میدم آقازاده بیاد حواله رو بزنه براتون. حالا تا بار بعدی هم نگه شد دوباره ما با هم صحبت میکنیم، اون نگرش داریم. بله سلام علیکم. بله حاج خانم، بله بفرمایید. بله همون برنج خورش درست کن بسه با یه باطل ماست. حاج آقا بفرمایید. حاج آقا من بفرمایید ان شاء الله. سلامتی. حاجی بازار چطوره؟ الحمدلله کتاب روز یه لقمه نونی با ما میرسه. خدا حاجی رو خریدی یا نه؟ نه حاجی ما نخریدیم، حالا گذاشتیم برای بعدها ان شاء الله برای اولاد یه لقمه نون در بیارن. حاجی ما که دیگه بازار داریم درو میکنیم. عجب. تازه اومدیم ولی درو میکنیم. چیکار کنیم؟ حالا شما هم بیشتر کار کنید. نه ما بس اون الحمدلله رسولی که در میاد دیگه تا فردا خدا بزرگه.